پس از مرگ خبرها هست. بدان که آن خبرهایی که پس از مرگ هست را خودت با دست خودت رقم میزنی. ببینید مسئله مرگ خودش که از مسلمات به تعبیر حضرت یک امر یقینی است که گویا انقدر مورد غفلت قرار گرفته که درش انسان‌ها شک دارن. همه می‌دانند که روزی می‌میرند. تعریف‌ها از مرگ متفاوته و این تعریف‌های متفاوت هر کدومشون یک بازخوردی رو در زندگی انسان و انعکاسی رو ایجاد می‌کنه. خیلی تفاوت داره که انسان مسئله مرگ رو پایان زندگی ببینه که همراه با احساس پوچی، رنج، درد، ناکامی، ناامیدیه، یا اینکه مرگ رو معنی جابجایی و سفر بهش نگاه بکنه. خیلی تفاوت داره توی نگاه انسان و زندگی انسان که من فکر بکنم مدت اینجا زندگی میکنم و همه چیز تمام میشه. خب توی این نگاه طبیعتاً من اولا تمام تلاشم میکنم که از همین مدت کوتاه همینجا بهره برداری کنم و بعدم دائما در یک رنجی به سر میبرم که نکند این فرصت از من گرفته بشه و مهلت به پایان برسه و این دوران تمام بشه و من نابود بشم. این نگاه که میگه عمر تو کوتاه است و بعدش نابود میشوی، دیگه خبری در کار نیست، همیشه همراه با یک هراسی است، همراه با ترس از دست دادن دوست داشتنی ها. اما اگر گفتیم مرگ عبارت است از جابجایی و حرکت، طبیعتاً همه این رنج و سختی ها تبدیل میشه به یک نگاه بلند مدتی که میتوان اون طرف مرگ یک عالم زیبا و خوشایندی را رقم زد و میشه به او امیدوار بود و به جای اینکه من بترسم میتونم نسبت بهش شادمان باشم و همیشه توی زندگیم یک نگاه مثبتی برای حوادث بعد از مرگ داشته باشم. یکی از پایه‌های تربیت الهی این جمله محوری است که پس از مرگ خبرها هست. اولا بدان که تمام نمیشوی. اینطور نیستش که با همین زندگی کوتاه مدت بساط عمر تو برچیده بشه و دیگه عاقبت و آخرتی باقی نمونه. دوم که خیلی مهم است این است که بدان که آن خبرهایی که پس از مرگ است را خودت با دست خودت رقم میزنی و هر آنچه که اینجا انسان بکارد اونجا درو میکنه. این نگاه به مرگ طبیعتاً تمام زندگی انسان رو متحول میکنه، زیر و رو میکنه و کسی که باور به چنین چیزی داشته باشه یک نوع جدیدی از زندگی دست پیدا میکنه.